تو مثلا مهمونی میریم خونه هم دیگه، دیدی وقتی شب کسی جایی میمونه اولین سوالی که ازش میکنه میخواد بغلش لگد که نمیزنی. آدم حس الاغ بودن بهش دست میده که نکنه این منو با چی اشتباه. مثلا اونجا It was okay at first, but now after 2 years I don't like you. Hello. But now after 2 years I don't like you. I do the same thing every day. But sorry to be a stage of people. چرت و پرت دارم میگم. ببین شروع کردم چرت و پرت، جدا از اونایی که خندیدن همه حواسا جمع شده بود. چند نفری هم من دیدم لابلای جمعیت سر تایید کن. بله. مرد حساب من خودم نمیفهمم چی دارم، چی رو تایید میکنم. چقدر بابا تو دنیا ماشین میخوان بخرن. مثلا در آلمان میگن خیلی باید آبشناش عالی باشه، در ژاپن میگن باید نرم و بی صدا، در امریکا میگن بسیار پرقدرت، در ایران دافخورش خوبه. بسیار متفاوت هست. حالا دستا سامی بگی به قول آقای اکبر عبدی میگفت دیدی میرین تو این مسیرایی که توالت عمومیه تو جاده، طرف دم در نشسته پول جمع میکنه پول میگیره، میری برمیگردی یارو نیست، انگار بانکو زدی، اینقدر خوشحالی. خدایا شکر نیست.